سلام مجدد به شمایی که همین الان همراه برنامه خودتون یعنی مثبت آموزش از قاب شبکه آموزش تلویزیون شدید. یکی از موضوعاتی که شما عزیزان خواستید بیشتر در مثبت آموزش در موردش صحبت بکنیم بحث تغذیه و سلامت هستش. مهمان گرانقدری دارم در استودیو که در همین موضوع میخوام در موردش باهاشون صحبت کنم. جناب آقای پور محمد، کارشناس سلامت و ورزش، خیلی خوش آمدید. بفرمایید یه سلام علیکی داشته باشید با بینندگان. به نام مناسب ترین واژه ها، به نام آنکه در جان و روان است، تواناییده هر ناتوان است. به رسم محبت به نام خدا. افشین پور محمد جکتاجی هستم، رکورددار سریعترین و بیشترین کاهش دهنده وزن در جهان به صورت طبیعی، مربی بین المللی فدراسیون جهانی پرورش اندام، از دیار تمدن مارلیک، قوم کاسپیان، استان گیلان. خیلی خوش آمدید. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. آقای پور محمد، ایام تابستان هستش و یکی از موضوعات حالا معضلاتی که خیلی از بچه‌ها و خانواده هاشون درگیرش هستن بحث اضافه وزنه. چون بچه‌ها خب فعالیتایی که باید و شاید رو ندارن، مدرسه نمیرن، بیشتر اوقات فراغت دارن، وقتشون آزاده. بفرمایید که چیکار بکنن که دچار اضافه وزن نشن؟ مشکل اضافه وزن چاقی نوجوانان و کودکان و دانش آموزان یکی از مشکلات بهداشت جهانی هستش که متاسفانه کشور ما هم آنچنان موفق نبوده در مهارش. چون از آمار 17 میلیون نوجوانی که ما داریم حدوداً 5 میلیون چاق هستند و یکی از کشورهای چاق دنیا در این زمینه محسوب میشه که دچار افزایش وزن هست. یعنی از هر 3 دانش آموز ما 1 دانش آموز چاق داریم. و علتهای مختلفی داره، بی تحرکی، علتهای روانشناختی داره، بعد به اصطلاح دیجیتال محور شدن خیلی از بچه‌ها هستش. بله. خب همین بازی‌های کامپیوتری به نظرم که بچه‌ها تو طول روز انجام میدن، حالا دیگه تابستون هم که هست درس و مشق هم ندارن، میشینن پای این بازی‌های کامپیوتری، دچار اضافه وزن میشن. راهکارش چی هستش آقای پور محمد که دچار اضافه وزن نشن؟ ببینین این زندگی ماشینی و دیجیتالی و فضای مجازی باعث شده که دیگه اون الان ما بازی‌های سنتی مثل لیلی و قایم موشک و یا مثلا گل کوچیک که تو خیابون کوچه می‌دیدیم دیگه نیست و همه پناه بردن به آپارتمان. حالا خیلی از پدر مادرها متاسفانه برای اینکه حالا سر بچه‌شون رو گرم کند موبایل و بازی‌های کامپیوتری بهش میدن. این خیلی اشتباهه. پس الان روی صحبتمون با شما پدر مادر عزیزه که دارید برنامه مثبت آموزش رو می‌بینید، این موبایل و کامپیوتر و تبلت رو برای حفظ سلامت بچه‌هاتون هم که شده ازشون دور کنید.